افسر اسدی بازیگر پیشکسوت ایرانی یکی از چهره‌های معروف و محبوب در صنعت سینما و تلویزیون ایرانه. اون در طول فعالیت هنری خود در آثار بسیاری بازی کرده و به خاطر بازی‌های موندگارش شناخته میشه. در این ویدیو در مورد بیماری، دلیل کمکاری وی، همچنین بیوگرافی و فیلم‌هایی که نقش آفرینی کرده میپردازیم. سلام دوستان بیو استاری، روزگار بر شما خوش، پیروز و موفق باشید. افسر اسدی بازیگر با سابقه سینما، تلویزیون و تئاتر مدتیه که درگیر بیماری پارکینسون شده. اون در گفتگویی که به تازگی منتشر شده از وضعیت بد جسمانی و مصرف داروهای زیاد اعصاب و روان خبر داد. گفت به خاطر بیماری پنیک مدت هاست که خانه نشینه. اون در ادامه از ابتلا به پارکینسون خبر داد و گفت با دارو سعی در جلوگیری از پیشرفت این بیماری رو داره. به گفته این بازیگر پیشکسوت، مصرف داروهای زیاد باعث اختلال در انجام کارهای روزمره اون شده. افسر اسدی متولد سال 1336 در شهر میانه استان آذربایجان شرقیه. اون دارای لیسانس کارگردانی و بازیگری از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهرانه. طی سالها فعالیت خود در فیلم‌ها و سریال‌های زیادی نقش آفرینی کرده. از جمله سریال‌ها میتوان به دزدان مادربزرگ، ریحانه و باغ سرهنگ اشاره کرد و از فیلم‌های سینمایی او میتوان به مقلد شیطان، جامه دران، ملی و راه‌های نرفته‌اش و رضا رو نام برد. شما کدوم فیلم خانم اسدی رو دیدین؟ برامون کامنت کنید. او همچنین در سال 73 برای بازی در فیلم روسری آبی ساخته رخشان بنی اعتماد نامزد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن از جشنواره فیلم فجر شد. افسر اسدی در سال 68 برای نقش آفرینی در فیلم عبور از غبار به کارگردانی پوران درخشنده موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن از جشنواره فیلم فجر شد. در سال 58 با بازی در سریال هزار دستان به کارگردانی علی حاتمی برای نخستین بار مقابل دوربین رفت. ساخت این سریال که 8 سال به طول انجامید در سال 67 به نمایش در اومد. در مدت ساخت سریال هزار دستان سال 62 در سریال نوروزنامه به کارگردانی مهوش جزایری نیز نقش آفرینی کرد و در سال 63 هم با بازی در فیلم شب مکافات به کارگردانی فرامرز ناصری وارد سینما شد. افسر اسدی در سال 1358 به واسطه همکاری در یک تئاتر دانشجویی با اصغر همت بازیگر تئاتر و سینما آشنا شد و در نهایت این آشنایی به ازدواج این زوج بازیگر منجر شد. اصغر همت متولد سال 1331 در شیرازه و فارغ التحصیل رشته تئاتر از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهرانه. از کودکی به نمایش‌های تخروحوزی و تعزیه علاقه داشت و از دوران دبیرستان به فعالیت در تئاتر در این زمینه‌ها روی آورد. در سال 57 با بازی در فیلم‌های سینمایی ماجراهای علاءالدین و چراغ جادو ساخته پرویز نوری و فیلم سرخپوست‌ها به کارگردانی غلامحسین لطفی وارد سینما شد. نخستین تجربه تلویزیونی او در سال 58 با بازی در سریال هزار دستان ساخته علی حاتمی رقم خورد. سال 70 در سریال امام علی نقش آفرینی کرد که این تجربه او رو به بازیگری شناخته شده تبدیل کرد. میدونید خانم اسدی در این سریال چه نقشی رو بازی کرده بود؟ برامون کامنت کنید. از جمله آثار مشهور اصغر همت میتوان به سریال‌های تلویزیونی آژانس دوستی و زمین گرم و فیلم‌های سینمایی مقلد شیطان و یه حبه قند اشاره کرد. اصغر همت درباره ماجرای آشنایی او و همسرش گفته اواخر سال 58 نمایشنامه‌ای به نام براند در سالن اصلی تئاتر شهر روی صحنه رفت که در اون من نقش براند رو بر عهده داشتم و افسر اسدی نقش مقابل من رو بازی می‌کرد. اتفاقی که روی صحنه افتاد به صحنه زندگی ما هم کشیده شد، یعنی ازدواج کردیم. افسر اسدی درباره تجربه‌های بازیگری مشترکشون گفته ما به خاطر شرایط بچه‌هامون همیشه سعی کردیم در پروژه‌های مشترک حضور پیدا نکنیم، اما در سریال هزار دستان، فیلم‌های روزهای انتظار و مقلد شیطان و برنامه تلویزیونی زندگی جاریست با هم بازی کردیم.
افسر اسدی و اصغر همت 2 فرزند به نامهای غزل و هامون دارند. غزل همت فارغ التحصیل رشته طراحی داخلی در آمریکاست و در اونجا زندگی میکنه. هامون همت هم دانش آموخته رشته گرافیکه. حرفه اصلی او انیمیشن و طراحیه، اما به ساخت مجسمه با قطعات دورریز ماشین نیز مشغوله. اون در سال 98 در برنامه عصر جدید شرکت کرد و در اجرای خود به ساخت یک اسلحه فلزی با قطعات دورریز ماشین پرداخت. خانم اسدی پس از سالها دوری از صحنه به تازگی با تئاتری به کارگردانی مازیار لرستانی به صحنه بازگشت. مازیار لرستانی که کارنامه پرپر و پیمونی در زمینه کارگردانی تئاتر داره، حضور دوباره خود را در این عرصه با نمایش در انتظار گودو رقم زد که افسر اسدی هم در اون نقش آفرینی می‌کرد. این نمایش مهر ماه جاری در تالار 4 سوی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفت. در کل افسر اسدی یکی از هنرمندانیه که به خاطر فعالیت‌ها و آثارش در یادها باقی مونده و امیدواریم که وضعیت سلامتی او بهبود پیدا کنه و شاهد بازگشت او به عرصه هنر باشیم.